چرا گاف صندوق آسانسوری دست دوم نخرم؟ یه دقیقه دست نگه دار. قبل از اینکه برای ویترین طلا فروشیت بخوای گاف صندوق آسانسوری بخری، حتما به این نکات توجه کن. بزرگترین خطر تو خرید گاف صندوق آسانسوری دست دوم قفل گاف صندوقه. چرا؟ چون ممکنه مالک قبلی مکانیزم قفل رو تغییر داده باشه. با اینکه هزینه اولیش کمتره، اما شما باید کلی هزینه اضافی تری پرداخت کنین. حالا چه هزینه هایی؟ تعویض قفل، تعمیر موتور و هزینه نصب. یکی دیگه از بزرگترین مشکلات گاف صندوق آسانسوری کار کرده اینه که قطعات یدگیش تو بازار نیست یا کلا پشتیبانی فنی نمیشه. گاف صندوق آسانسوری دست دوم ساختار حساسی داره و حتما باید توسط متخصصان فنی نصب بشه. و همچنین ممکنه گاف صندوق آسانسوری کار کرده با فضای ویترین شما همخوانی نداشته باشه. خرید گاف صندوق آسانسوری دست دوم داری، کلمه گاف صندوق رو واسم کامنت کن تا بهت بگم که چه نکته‌ای رو باید حتما بررسی کنی.